سلام، من ملیحم و شما دارید به یه روز کاملا ادایی از زندگی من نگاه میکنید. ببینید، از واژه ادایی خیلی وقت گذشته، یعنی این واژه یه جورایی داره منسوخ میشه، چون که جدیدن خیلی دارن بهش اعتراض میکنن و اینجوریان که چرا به همه چیزی که مثلا مردم روی روتین انجامش میدن یا از روی علاقه انجامش میدن یا از روی ذوق انجامش میدن یا هر چیز دیگه میگید ادایی. ولی خب این یه بخش از کلمه اداییه. یه بخش از کلمه ادایی حرفایی که زده میشه بدون اینکه بهش عمل بشه. مثلا آدمایی که میرن باشگاه ثبت نام میکنن و یه هزینه ای رو پرداخت میکنن، ولی فقط به خاطر همون یکی دو روز اول که رفتن باشگاه و میخوان استوریشو بذارن و اینا. یا کسی که میره هر روز کافه و ماچا میخوره، چون فقط ماچا یه چیز ترند و ادایی شده و آیس کرامل ماکیاتو بود فکر کنم اون یکی نوشیدنی که ترند شده بود و من اینو تست نکردم. من ماچا رو تست کردم و یک نظر متفاوت از عموم جامعه راجع به ماچا دارم. از این ساش‌های آماده ماچا که خودت تو خونه درست میکنی رو قبلا دوستم به من داد و من امتحان کردم و نوشیدنی شیرینی بود. تقریبا شد که هیچ مزه خاصی نداره، هیچ تکسچر خاصی نداره و برای بار اول که تست کردم اینطوری بودم که اوکی، پس ماچا اونقدری که مثلا راجبش صحبت میکنن نه اونقدر بده نه اونقدر خوبه، یه چیز خیلی معمولیه که حالا جدید اومده. ولی وقتی تو کافه تستش کردم نظرم متفاوت بود. اول اینکه نصفش رو بیشتر نتونستم بخورم و دوم اینکه کسایی که کنارم بودن و نوشیدنی منو تست کردن میگفتن مزه مرجان‌های کف دریا میده، که خب این بی ربط به اینکه ما هفته قبلش یعنی تو ولاگ قبلی کیش بودیم و اونجا ماچا رو تست کردیم نداشت. ولی خب بازم اونجوری نبود که مثلا آدم بگه بدش میاد، ولی خب چیز خیلی خوشمزه هم نبود. یعنی من ترجیحم اینه که اون هات چاکلتی که همیشه سفارش میدم رو باز هم برم کافه و سفارش بدم و ماچا فکر نمی‌کنم دیگه چیزی باشه که بخوام تستش کنم دوباره. به طور کلی من میخوام امروز یه ذره به خودم برسم و یه ذره سعی کنم که این روتین زندگی رو عوض کنم و چیزای بهتری بهش اضافه بکنم. سرچ کردم و راجع به صبحونه یه آدم ادایی نتایج جالبی به دستم رسید که شامل توست و آووکادو میشد. خب به طور معمول ما آووکادو تو خونمون نداریم چون استفاده نمیشه، ولی خیلی خودم حتی دارم تو ویدیوهای یوتیوبرهای دیگه میبینم که مثلا حالا این بیشتر برای یوتیوبرهای خارج از کشوره که پا میشن و صبح توست و آووکادو میخورن و حالا یه سری مخالفات کنارش، ولی این ترکیبیه که از نظر من دوست نداشتنی اومد. من آدم خیلی بد غذاییم، اول اینو بگم، و کم پیش میاد که چیزای جدید رو تست بکنم مگه اینکه مثلا بدونم که محتویاتش شامل چیزاییه که من دوست دارم. برای همین صبحونمون رو میخوایم ادایی ولی با یکم تغییر بخوریم. بریم سراغ صبحونه تا من بقیه ویدیو رو ادامه بهتون توضیح بدم. فکر میکنم یکی از ادایی ترین کارهایی که تو زندگیم دارم میکنم و مثلا بگم چند وقته از اول امسال بهم اضافه شده اوده. من قبلا راجع به این صحبت کرده بودم که من یه نوع میگرن حساس به بو دارم و وقتی اود روشن میکنم اون میگرن یه ذره فعال میشه، یعنی من اینجاهای سرمو کامل حس میکنم که درد میگیره، ولی خب سعی میکنم در و پنجره ها رو باز کنم که بتونم از بوی اود لذت ببرم. و این عودیه که قرار بوده بوی چوب بده، چوب سوخته و عود خیلی معمولیه و این عودای معمولی بوهاشون با هم متفاوت نیست. حالا هر چقدر شما میخواید هزینه کنید این عودا بوهاشون با هم متفاوت نیست. این عودیه که گرفتم و قرار بوی دارک وود بده. حالا دارک وود دقیقا نمیدونم به فارسی چجوری معنیش کنم. این بوش حتی تو همین بستم زیاده به خاطر اینکه این عود دستسازه و هندیه و خیلی بو داره. یعنی من دیشب یه دونه از اینا روشن کردم هنوز بوش توی اتاق هست، پس من از اینا روشن نمی‌کنم امروز
و همون عودای معمولی روشن میکنم چون زودتر میسوزه، بوش خیلی کمتره و سردرد کمتری بهم میده. ولی خب واقعا وقتی میخوام توی اتاق بشینم و یه حال خوب به خودم اضافه کنم، اون چیزیه که کمکم میکنه. این جاودی رو از یکی از دوستام هدیه گرفتم و برای همین الان اینو میذاریم توی این و مدیون دیگه فکر کنید من با این فندک چیزی جز عود روشن کردم. یه ذره میذاریم بسوزه و بعد فوتش میکنیم که دودش بلند شه. ببینید پارت اول هر صبحونه ای یا حتی قبل از هر صبحونه ای چاییه و ببینید بخاری که ازش بلند میشه رو دوربین داره میگیره. این چای داغ وقتی میخوریش مستقیم میره و همه این اعما و احشای تو بدنتون رو عین اسید میشوره و شما حس تراوت و تازگی میکنید. یعنی هر غمی داشته باشم، هر مشکلی داشته باشم، هر شادی باشه، من قبلش باید چای بخورم، تازه بعدش میتونم فکر کنم که چه راه حلی میتونم برای ادامه چیزها پیدا کنم. پس ما هر چیزی که داشته باشیم برای صبحونمون باید همراهش چای باشه. بدون چای never ever. پارت بعدی صبحونه من همیشه شامل شکلات صبحانه میشه یا پنیر خیلی خیلی لطیف خامه‌ای و من هنوز از بچگی برام خیلی سواله که این پنیرای سفت شور مثل پنیرای نمیدونم صباح و اینجور پنیرا، میدونی چرا باید یه چیز سفت شور رو بخوری وقتی یه چیز نرم خامه‌ای رو میتونی بمالی روی نون و گاز بزنی و لذت ببری؟ تازه مثلا مزهش اونقدر شوریش دلتو نمیزنه. حالا یا با نون توست یا با این بیسکویت های پتی بو که دیگه من همشو خوردم و چند تای آخرشه، میمالیم روی نون یا بیسکویت و با چای میخوریم. شاید بگید که خیلی صبحانه هلسی نیست، ولی من برای هلسی تر شدنش چیکار میکنم؟ موز رو اسلایس میکنیم و میخوریم همراه شکلات، بیسکویت و نون. ترکیب برنده است، یعنی تو کافه هم من این ترکیب رو میخورم همیشه. It's ready to eat. ترکیب هر چیز شیرینی با چای داغ بهترین ترکیب موجوده و وقتی کسی میاد و میگه من چای خور نیستم، چای نمیخورم، اولا که من دیگه نمیدونم در وهله اول چطور میشه ازش پذیرایی کرد وقتی چای نمیخوای عزیز. یعنی تو فکر میکنی آب میوه یا نسکافه یا قهوه قرار جای چای رو بگیره؟ نه. و بعد اومدی خونه من میخوام بهت چای بدم، تو باید چای بخوری. دیکتاتوری در سطح مدرن اید. ولی خب یعنی چی که چای نمیخورم؟ مغزم نمیفهمه اینو. اون یکی دیگه از کارهای ادایی که مردم انجام میدن اینه که پت دارن و این پت رو میخرن. به سرپرستی بگیرید. چی قشنگ تکتیسه خدا. بوشش کن. چک کن. چند تا بوش میدی؟ امروز به من چند تا بوش میدی؟ من نمیدونم توی این پودینگا چی میریزن که همه گربه ها دوست دارن. بعد اون تونی که من برای تولدش گرفته بودم اون لب نزد.
خلاصه که دوستان این خوشگلا رو میتونید وقتی مطمئن شدید که اینا تو خیابون مامایشون نیست، به هر دلیل مامایشون تنهاشون گذاشته، اینا رو بیاریم پیش خودتون، اینا به سرپرستی بگید. ببینید چقدر خوشگل و سفیده، ببینید خوابت میاد. یه سری چیز دیگه هست که مردم با افتخار راجبش صحبت میکنن و اینم یه جورایی ادایی شده. یه بیماری خاص که حالا کسایی که واقعا با بیماری درگیرن، من میدونم اصلا شاید خیلی ها بیانش نمیکنن و خیلی ها اصلا راجبش صحبت نمیکنن، میدونی، هم برای اینکه روحیه خودشون رو به هم نریزن، هم برای اینکه عزیزانشون رو تحت فشار قرار ندن. اینجوریه که میذارنش یه کنار و سعی میکنن برای تداوم روحیه خودشون و اطرافیانشون اصلا راجبش صحبت نکنن و روحیه‌شون رو بالا نگه دارن. خب ولی یه سری بیماری ها هست که خطرش کمتره و گاهن ما اصلا به اون بیماری ها دوچار نیستیم و خب بیشتر میخوام حالا راجع به بیماری های روحی صحبت بکنم، مثل ADHD، مثل OCD. اینجور اختلالا که خیلی مطمئنم با اینکه رشته شما ممکنه نباشه ولی خیلی راجبش شنیدید و خیلی هم راجبش اطلاعات دارید و گاهن به خودتون هم شک کردید که من OCD دارم، من وسواس زیادی دارم، من ADHD دارم، من خیلی بیش‌فعالم، من خیلی نمیدونم دم وجود تمرکز دارم، میتونم بشینم یه کاری رو تا ته انجامش بدم و مثلا شاید 10 ثانیه شده از پای میز بلند شید هی درس خوندم و بعد اینجا بشین که نکنه من ADHD دارم، نکنه من نمیتونم تمرکز کنم، سریع برم و یه قرص بگیرم که بتونم با اون قرص تمرکز بکنم و بعد هی راجع به این صحبت بکنی که نمیدونم. حالا بعضیا هستن که واقعا میخوان راجبش اطلاعات کسب کنن و نگرانی دارن راجبه که آیا من واقعا اینطوری هستم یا نیستم، ولی یه عده هستن که تا این از گوشه ذهنشون رد میشه اینجوریان که خب بچه‌ها راستی منم ADHD دارم و به خاطرش قرص میخورم بدون تجویز دکتر، بدون اینکه روانشناس یا روانپزشک یا حتی یه دانشجوی روانشناسی بهت گفته باشه این حرفو. و OCD ببین چیزیه که تو خیلی از خانواده‌های ایرانی توی مامان بابا هم خیلی میبینیمش، چون مثلا خب نسل قبل تر از مامانای ما، حتی مامان بزرگامون اکثرا خانه‌دار بودن و خب این برشون عادت شده که دائم مشغول تمیز کردن خونه باشن، دائم ظرف بشورن، جارو کنن، تی بکشن، خونه رو گردگیر کنن و اینجور حرفا. خب ولی شاید شما در نگاه اول برگردید و بگید این OCDه، کسی که دائم داره تمیز میکنه، با وسواس تمیز میکنه و مثلا وقتی شما میان اون کار برشون انجام میدین اینجوریه که درست انجامش ندادی. ولی نه بچه‌ها، این عادتیه که شکل گرفته توی اون نسل برای سالها و نمیتونیم اسمش رو بذاریم OCD. چرا؟ شاید خیلیشون در مرحله های حادتری باشن و OCD داشته باشن، ولی بیشتر شبیه عادته چیزی که من دارم میبینم و خب این هرچی میاد به سمت نسل های جلوتر کمتر میشه. یعنی خب اگر تو نسل حاضر من مثلا یکی از همسنای خودم رو ببینم که دائم این داره تمیزکاری میکنه، موقع غذا خوردن خودش رو اذیت میکنه، نمیدونم حتما توی ظرف خاص، حتما مثلا قبل از اینکه قاشق رو استفاده کنه با اینکه مثلا قاشق شسته شده دوباره خودش قاشق و آب بکشه، یه سری اخلاقای اینطوری شک میکنم که این ممکنه یه ذره با وسواس درگیر باشه. تازه اونم نمیذاریم مثلا سریع بریم بهش برچسب OCD بزنیم. میدونی شاید اون با اون مرحله راحته، تو در مراحل حادتر مثلا این بیماری هاست که خیلی داری اول خودت و بعد اطرافیانت رو اذیت میکنی. مثلا اینکه هی بری بیرون و 10 بار برگردی داخل و چک کنی که زیر گاز خاموشه یا روشنه، یا دائم تا از بیرون میای
بری دوش بگیری و هر پروسه‌ای که تو میری دوش میگیری 2 الی مثلا 3 ساعت یا بیشتر طول بکشه، به خاطر اینکه مثلا باید لاخ به لاخ موهاتو بشوری، نمیدونم اول از این شونت آب بریزی، بعد از این شونت آب بریزی، بعد نمیدونم حالا از گردن تا پایین، حالا از پایین تا بالا، میدونی یک سلسله مراتب خاصی داره کسایی که این کار میکنن. بر همین اگر شما هم خیلی راجع به این چیزا صحبت میکنید و شک دارید که این اختلال ها رو داشته باشید، اول اینکه من فکر میکنم که اکثریت ندارید. چون ببینید یکی از حرفایی که استادهای روانشناسی تو مقطع لیسانس توی ترم‌های اول خیلی به دانشجوها میذارن اینه که دارید کتابایی رو میخونید که پر از اختلال‌های شخصیتیه و طیف و گستره زیادی رو داره و بعد ممکنه که هی خودتون رو با ویژگی‌های اون اختلال قیاس بکنید. مثلا ببینید که من اینو دارم، من اینو دارم، وای نکنه من مثلا فلان اختلال رو دارم و بعد هی بشینید راجبش اوورتینک کنید. نه، یه چیزی هست به نام DSM-5 و هر اختلال فکر میکنم حداقل 15 تا مورد داره و تازه یه سری موردهای بیشتری هم بهش اضافه میشه که حالا اگه DSM-5 رو من بتونم قسمتشو بهتون نشون بدم شما بهتر میفهمید. و حتی اگر یه دونه از اون معیارها برآورده نشه شما جزو اون دسته از اختلال‌ها حساب نمیشید. یعنی لازمه این که شما بهتون بگن که فلان اختلال رو دارید اینه که همه اون معیارها در شما وجود داشته باشه و نه به مدت مثلا 1 روز، 2 روز، 1 هفته، 1 ماه، 6 ماه، اکثرا اینطوری تایما و بعد مثلا ممکنه که رفت داشته باشه، مثلا 1 ماه شما نداشته باشید و باز این برگرده. باز همه اینا شرایطش فرق میکنه و توضیحاتش داره برای خودم هم پیچیده میشه، ولی در کل اینو گفتم که بگم چون خیلی راجعش صحبت میشه و ادایی که خودم دارم و شاید منم اول که به این دوچار شدم خیلی راجعش صحبت کردم و به هر کی رسیدم گفتم که منم دیگه اینجوریم. عینک یه مدت زیادی من چشمام اذیت میشد از دوران دبیرستان. خب من میتونم بگم تقریبا الان 25 سالمه و 18 سالگی دیگه مدرسه نرفتم، ولی یادم وقتی به تخته نگاه می‌کردم. حالا تو دانشگاه هم این اتفاق میافتاد ولی کمتر، چون تو دانشگاه خب هر کلاس متفاوت بود، تو میتونستی بری یه جای متفاوت بشینی، ولی خب تو مدرسه من عادت کرده بودم میز آخر بشینم و این مسئله برام پیش میومد که اینجوری به تخته خیره میشدم و نه اینکه تخته رو نبینم و چشمام درد میگرفت وقتی به تخته نگاه میکردم. اینجوری بودم که چقدر مثلا رنگش چشممو اذیت میکنه، چقدر نگاه کردن به تخته که دوره چشممو اذیت میکنه، نه اینکه نبینم صرفا. و بعد برش دکترم رفتم و خیلی دکتر گفتن که نه بیناییت اوکیه. تا اینکه دیگه پارسال رفتم یه بیمارستان چشم و اونجا تست بینایی سنجی دادم و بهم گفتن که چشمات آستیگماته و من عینک گرفتم. و میدونید نمیدونم بچه های توی نسل ما خیلی این چیزو داشتن که عینک بزنیم و فکر می‌کنن عینک خیلی سیس داره و حالا یه سریا که واقعا عینک طبی میزدن و چشماشون ضعیف بود، یه سریا عینک اعضای خانواده رو برمی داشتن میزدن با اینکه هیچ مشکلی نداشتن و یه سریا از این فریمای معمولی یا اینایی که شیشه خیلی معمولی داشت میزدن که فقط سیسشو داشته باشن. و من یادم بچه که بودیم برای یه مدت کوتاهی خواهرم تنبلی چشم داشت و دکتر بهش عینک داده بود و بعد من خودم داشتم به در و دیوار میکوبیدم که تو رو خدا برای منم عینک بخرید، من عینک میخوام. چیز بعدی که میخوام بهتون نشون بدم نامه هاگوارتسه. ببینید من اینقدر این نامه رو دوست دارم که بازش هم نمیکنم چون محتوای توشو میدونم چیه و دلم نمیاد بازش کنم. میدونید وقتی بازش میکنی مهره خوب خراب میشه و من قلب منم باهاش خراب میشه، میشکنه و ترجیح هم اینه که نامه هاگوارتس تا وقتی که خود هاگرید نیاد دنبالم همینطوری بمونه و بعد
هاگرید چرا رفتی هاگرید. اکثر بچه های همسن سال من و بزرگتر فن هری پاترن و نامه هاگوارتس رو دارن. خوشبال کسایی که تا حالا هری پاتر رو ندیدن و الان میتونن برن برای اولین بار ببینن. شاید بپرسید اینا چیه. آنباکس. در وهله اول ما یک برگه از اسپل ها داریم. من اسپل های مورد علاقه خودم وینگاردیوم لویوسا بود، اکسپکترو پاترونام و اینو مطمئنم همتون دوست دارید. خلاصه که هر جعبه یه برگه اسپل داره توش و بعد چوب دستی. این چوب دستی متعلق به هرماینی هستش. فکر می‌کنید دوتای دیگه مال کیه؟ شاید فکر کنید که وقتی هرماینی رو گرفتی حتما دوتای دیگه مال رون و هریه. چوب دستی هری چیزی که خواستش میکنه چیه؟ این که لنگه این چوب دستی دست اسمش رو نبره و خیلی دوست دارم برای هالووین یه کاستوم هری پاتر بپوشم و از اینا استفاده کنم، ولی خب هیچکی هالووین پارتی نمیگیره و هیچکی منو دعوت نمیکنه و من شنل ندارم. برای همین به همین جا اکتفا کنم. برای محبوب ترین شخصیت من تو کتاب های هری پاتر و توی سری فیلم های هری پاتر دوباره یک برگه اسپل. بچه ها این برگه های اسپل همشون شبیه همه، فرقی ندارن. میخوام ببینم شما بدون اینکه من بهتون بگم میدونید که این چوب دستی مال کیه؟ یک چوب دستی مشکی که انتهاش اینطوریه. این چوب دستی مال سیوروس اسنیپه و واقعا خوشگله. یعنی قشنگ چیزیه که باید باشه، چیزیه که در خور و در شخصیت اسنیپه و ساده با دیتیل خاص خودش. یه چیز دیگه که یکی از علایق منه و ممکنه خاص‌تر باشه، البته که من اینو ادایی نمیدونم چون خیلی تعداد بالا ازشون ندارم و صرفا چون یک ماه پیش دیدمشون توی مغازه‌ای چشمو گرفتم، اینجوری بودم که چرا هیچ وقت تو دکور اتاقم اینو نداشتم با اینکه مثلا دوست داشتم. البته بچگی ها من خیلی از اینا داشتم چون از توی تخم مرغ شانسی خیلی از اینا در می آوردم و خب الان توی کمدای بالا جمعشون کردم و دسترسی ندارم بهشون متاسفانه، وگرنه بهتون نشون میدادم اونا رو. ماشین یعنی خیلی خوشگله و من عاشق ماشینای اسپورت این مدلی ام که گاز بدی توی یک جاده‌ای که انتها نداره و لذت ببرید. خیلی خوشگله، یعنی سفید قشنگ‌ترین رنگیه که میشه برای این ماشین در نظر گرفت و درش باز میشه به خدا خیلی نوسی. و اما گام بعدی که من میخوام در راستای ادایی بودن بردارم، این کاریه که من معمولا در ماه 1 الی 2 بار انجامش میدم، نه به خاطر اینکه ادایی هستم یا نیستم، به خاطر اینکه یادم میده و واقعا یه چیزی نیست که روتین انجامش بدم. شما باید شب که میخواید بخوابید یا کلا عصر که میخواید استراحت کنید این ماسکای دوره چشم رو بذارید زیر چشمتون و اینا پوست زیر چشمتون رو سفت‌تر میکنه، سیاهی دور چشمتون رو قراره برطرف بکنه. خب مورد دیگه ای که یه روز ادایی رو تکمیل میکنه وعده ناهاره. الان 2 ساعت وقفه بین ویدیو افتاد و من غذای امروزم رو آماده کردم، گذاشتمش تو فر و منتظرم آماده بشه که بخورمش.
بریم سراغ فر ببینیم که غذای هلسی و ادایی امروزمون چیه. لازانیای ما خیلی هلسیه. چرا؟ چون که گوشت دوست نداشتم، گوشت توش نریختم، سویا داره، فلفل دلمه‌ای، قارچ و مقدار زیادی ادویه و به طور کل چیزای خوبی توشه. قراره به جای چیزی که ضرر داره لیموناد بخوریم. خیلی خوب شده، ولی دفعه قبل که لازانیا درست کردم به جای فر تو مایتابه های 2 طرفه درستش کردم و چون درش بسته میشه دم کشیده بود و خیلی نرم بود. الانم خیلی خوب شده ولی به نرمی سری قبل نیست. یه ذره به سمت بعد از ظهر که میریم، من معمولا چای دوم یا سومم برای طول روزم میخورم و میشینم پای سیستم. حالا بعضی روزا کار دارم، میخوام عکسی ادیت کنم، ویدئویی ادیت کنم و اینا درگیر ادیت میشم. بعضی روزا باید ویدئو رو خیلی سریعتر بزنم برای آپلود چون سرعت اینترنت و وی پی ان به شدت پایینه و نیاز داریم که زودتر آپلودش کنیم تا سر ساعتی که مد نظرمونه آپلود بشه. ولی امروز میخوام بعد از مدت‌های سریال کره‌ای ببینم چون اخیراً افتاده بودم توی لوپی که سریال‌های آمریکایی میدیدم. الان تایتل این سریال جذبم کرد، با شوهرم از دواج هون. به این دوچرخه سواری چون خیلی وقته که انجامش ندادم. هوا صبح خیلی گرم بود، بعد از ظهرام خیلی گرم بود و چند روزه که هوا خنکه و میخوام دوباره دوچرخه سواری شروع کنم. چقدر تومق زدم. خب ما میایم اینجا، دوچرخه اینجاست. من باید با کلید اینو بازش کنم. نمیدونم چقدر ممکنه ادایی به نظر بیاد ولی واقعا بخش زیادی از زندگی من به دوچرخه سواری و پیاده روی گذشته و ازش راضی. بعد مردمم همیشه وقتی دوربین دستته و بیرون داری از خودت فیلم میگیری خیره میشن بهت و عجیبه و جالبه و هر لحظه ممکنه احساس کنی یه نفر میخواد گوشیتو بزنه و به خاطر گوشیت بهت چاقو بزنه ولی بده. من برگشتم و فکر میکنم که خیلی خوش گذشت. واقعا دلم بعد دوچرخه سواری تنگ میشه و من جز معدود آدماییم فکر کنم که اگر توی کشور دیگه زندگی میکرد به هیچ عنوان از ماشین و وسایل راننده استفاده نمیکرد. یعنی تا وقتی میشه دوچرخه استفاده کرد و هم بدن خودت رو قوی کرد و هم به محیط زیست آسیب نرسون، چرا دوچرخه استفاده نکنید بچه‌ها؟ این بود از این ویدیو، یه روز از زندگی من یا یه روز تقریبا ادایی از زندگی من. البته من می‌خواستم یه سری چیزایی که یادم رفت هم بهش اضافه کنم، مثل رنگ ناخونام که ماچاییه و موهام که دیروز کراتینشون کردم و کلاس ادایی که ثبت نامش کردم و خیلی وقت بود که برنامه‌شو داشتم ثبت نام کنم و میتونم بگم تقریبا 10 ساله که این کلاس رو نرفتم. بیاید بهتون بگم که من و ویژن بورد نازنینم که اینجاست چه پلن‌هایی داریم. پلن‌های زیادی روی ویژن بوردم هست، اما پلنی که از هفته آینده قراره انجامش بدیم تنیس هست. ماما میا ماما سیتا. خلاصه این بود از این ویدیو. امیدوارم که دوستش داشته باشید. اگر دوستش داشتید لطفاً سابسکرایب چنل، لایک ویدیو، کامنت فارسی انگلیسی یادتون نره.
نظر دادن شما چه مثبت باشه چه منفی با احترام خیلی قرار به من کمک بکنه. مثل همیشه خیلی 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 ممنونم که این ویدیو رو تا انتها دیدید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید.